روز 10 می در یکی از قبرستان‌های کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه مهاجر فوتیده تاجیک جهانبک عزیزوی 40 ساله به خاک سپرده شد. او چند روز پیش از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیده بود. مراسم دفن عزیزوف بر پایه رسم و آیین مسلمانی دایر شد و در آن نزدیکانش که همراه با او در روسیه کار و زندگی میکنند اشتراک داشتند. هفته گذشته اثنای صحبت با رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ایدیبک عزیزوف پدر این مهاجر فوتیده شکایت کرده بود که مقامات محلی سنت پترزبورگ برای نگهداری جسد در سردخانه و جای در قبرستان از آنها پول طلب کردند. Sistem o dram nigo karisenim ki kay veya analiz megiran analiz meten inodu in no mebaran baba guru chume kunan yok ki zamin nive unja qabriston chizsh mekharan. نامبرده از سفارت تاجیکستان در سنت پترزبورگ روسیه کمک خواست و کنسول تاجیک دولت نظریزاده در صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی وعده داده بود که کنسولگری در یک جایگی با جماعت تاجیکان این منطقه خراجات دفن جهانبک عزیزوف را بر دوش میگیرد. بعد از اونی که پرواز هواپیماها قطع گردید، ما مصلحت کردیم که شخصان فوتیده رو در همین جا به خاک میسپاریم و انتخاب ما با قبرستان بیلاستروسک افتید. این یک قبرستان نو است در پهلوی شهر سنت پترزبورگ قرار دارد. روز 11 می نزدیکان جهانبک عزیزوف با ارسال نوار مراسم دفن این مهاجر فوتیده معلومات دادند که پولهای جمع شده را برای تشکیل مراسم ویدا و آباد نمودن قبر عزیزوف مصرف می کنند. بخش باقی مانده پول به اهل خانواده‌اش در تاجیکستان یعنی همسر بیمار جهانبک و 5 فرزندش فرستاده می شود.